سلام тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 12 марти тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. Шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. Боздошти наркабарон бо лақаби Нуруллои Кафтарбоз. аз падар ба писар Туркманистон президенти нав интихоб мекунад. 305 тоҷике аз Украина ба Полша ферор кардаро ба ватан баргардонданд. روی دوشنبه خوجند کشوده شد. در وادی‌ها باران، در کوه‌ها برف‌تر، هوای نامساعد در تاجیکستان تا 16 مارت باقی میماند. و فوتبالباز تاجیک آزادبek پنجیف در لیگ دوم اسپانیا بازی خواهد کرد. و اکنون تفصیلات خبرها. агентии мубориза бо маводи мухаддири тоҷикистон аз боздошти як гурӯҳи муташаккил ва фаромиллии қочоқбарони маводи мухаддир бо роҳбарии Нурулло Раимов маъруф ба лақаби Кафтарбоз ва мусодираи беш аз 13 кило ашиш афюм ва метамфетамин аз онҳо хабар дод. дар хабар гуфта мешавад ки саркардаи гурӯҳи муташаккил Раҳмонов Нурулло чунин вонамуд сохтааст ки бо истифода аз парвариш ва нигоҳбини паррандаҳо ки гӯё ҷузъи асосии фаъолияти соҳибкорӣ ӯ ба ҳисоб меравад ва ҳама даромадҳояш ба қавли аз ин ҳисоб сарчашма мегиранд, даст ба амалҳои хариду фурӯши маводи нашъадор мезанад. ҳангоми боздошт дар моҳи феврал дар душанбе Кафтарбоз бо худ тапончаи тамғаи Макаров доштааст. аммо кормандони агентӣ бо як ҳушёриву чолокӣ номбурдаро дастгир намуда имкон надоданд ки то ӯ مقابلیت نشان داده از سلاح آتشفشان استفاده نماید. بنا به اطلاع اگنتی کارمندان این نیاد ماه فوریه سال 2022 در نتیجه یک عملیات با برار اپراتیوی در حدود شهر دوشنبه گروه متشکل جنایت پیشه را دستگیر نموده که در قاچاق فروش و گردش واسطه‌های نشعدار به مقدار مخصوصا کلان دست داشتند. سرکرده گروه متشکل رحیموف نورالله سال تولدش 1972 زاده و استقامت کننده شهر دوشنبه نویه سینو کوچه چارتوت بالا اویله‌دار صاحب 4 فرزند بوده است. اگنتی گفت نورالله رحیموف شخصیت معروف و شناخته در عالم جنایی با لقب کفترباز می باشد که سال 1995 با ماده 234 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان و 228 کودکس جنایی فدراسیون روسیه هر دو دفعه با جرم قاچاق مواد مخدر به مهلت 10 سال از آزادی محروم شده است. اگنتی گفت امروز با کفترباز 4 تن از هممسلکانش ساقیف سعدی سال تولدش 1976 زاده و استقامت کننده شهر دوشنبه نویه شومنصور اویله‌دار صاحب 4 فرزند منبویف بارولو سال تولدش 1972 زاده و استقامت کننده نویه رودکی جماعت سر کشتی اویله‌دار صاحب 4 فرزند سال 2002 با ماده 104 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان آدمکشی به مهلت 14 سال از آزادی محروم شده است. جبیروف اسرارالدین سال تولدش 1978 استقامت کننده شهر دوشنبه نویه شومنصور کوچه دوستی خلقو پیش با ماده 200 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان صادر شده است. رسول کبیر شهروند جمهوری اسلامی افغانستان سال تولدش 1984 زاده ولایت قندوز جمهوری اسلامی افغانستان موقتا استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه عینی نویه شومنصور اویله‌دار صاحب 3 فرزند نیز به دست افتادند. از آنها در عموم 13 کیلو 100 گرم واسطه‌های نشعدار نوع اشیش افیون و متامفتامین یافت و مصادره کرده شده است. گفته می شود که این افراد می‌خواستند این مقدار بزرگ مواد مخدر را با مقصد فایده به دیگران بفروشند. نسبت به رحمانوف نورالله پرونده جنایتی با علامت‌های ماده 200 قسم 4 قاچاق مواد مخدر و قسم 1 ماده 195 غیر قانونی نگاه داشتن و گرداندن سلاح و نسبت ساقیف سعدی منبعیف بارولو جبیروف اسرارالدین و شهروند افغانستان رسول کبیر پرونده جنایتی با علامت‌های ماده 200 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. با آنها بر اساس قسم 4 ماده 200 از 12 تا 20 سال زندان و به کفترباز علاوه برای سلاح غیر قانونی جریمه و یا تا 3 سال زندان تهدید میکند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای آخر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی به بازارهای سیاه شمال سیاره اساساً به روسیه و قزاقستان تبدیل یافته است. روز 12 مارت در ترکمنستان یک کشور سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز آسیای مرکزی انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار می شود. آوازدهی ساعت 7 صبح آغاز یافت و تا ساعت 21 شب دوام می کند. پرزیدنت ترکمنستان برای 7 سال انتخاب می شود. 3 نامزد مخالفین که از عزم خود برای پیشبری نامزدیشان درک دادند
به آوازدهی راه نیفتند. در نتیجه 3.4 میلیون انتخاب کننده ترکمن باید از بین 9 نامزد رهبر آینده خود را انتخاب کند. 8 تن از این نامزدها نفران برای جامعه ناآشنا بوده به احتمال غالب تنها به خاطر الترناتیوی جلوه دادن انتخابات و دادن مشروعیت بیشتر به پیروزی نامزد اساسی ثبت نام شدند. نامزد اساسی و غالب پیش از مهلت انتخابات بدون شک سردار بردیمحمدوف 40 ساله، پسر یگانه و وارث کرسی پرزیدنت کنونی ترکمنستان قربانگلی بردیمحمدوف است. پدر او 11 فوریه در نشست تنتنوی بخشیده به 15 سالگی ریاستش به طور ناگهانی اعلام کرد که خسته شده است و از این رو از مقام پرزیدنتی کنار رفته راه را برای جوانان می‌کشاید. طور معلوم شد منظور او از راه کشودن به جوانان راه کشودن به پسر خودش بوده است. اگر پیروزی سردار بردیمحمدوف رسمی شود، این نخستین مورد از پدر به پسر سپردن حکومت در آسیای مرکزی و دومین چنین مورد در شوروی سابق خواهد شد. آذربایجان در اتحاد شوروی سابق نخستین جمهوری است که تجربه انتقال قدرت از پدر به پسر را هنوز سال 2003 تجربه کرده بود. پرزیدنت وقت این کشور سرشار از منابع نفت قفقاز جنوبی حیدر علیف که در بستر مرگ قرار داشت توانست پیش از درگذشت خود پسرش الهام علیف را به جای خود پرزیدنت کند. در تاجیکستان نیز چند سال باز تیاری به انتقال قدرت از پرزیدنت امامعلی رحمان به پسرش رستم امامعلی ادامه دارد، ولی تا کنون یک سلسله عامل‌های بیرونه و هم مخالفت برخی الیت‌های داخلی مانع عملی ساختن این نقشه شده بود. سردار بردیمحمدوف را که ماه سپتامبر سال 2021 به سن 40 رسید و حق پیشبری نامزدیش به پرزیدنتی را به دست آورد، کیها باز همچون وارث احتمالی تخت و تاج پدرش رقم میزنند. سردار بردیمحمدوف 22 سپتامبر سال 1981 در اشقابات در خانواده قربانگلی بردیمحمدوف که اون وقت یک دختر دندان بود به دنیا آمده است. او 2 خواهر دارد، گلجهان و گلشن. سردار بردیمحمدوف سال 2001 دانشگاه کشاورزی ترکمنستان را با اختصاص مهندس تکنولوژ و بعداً اکادمی دیپلماتی مسکو را ختم کرده است. بردیمحمدوف خردی چند سال در اتحادیه صنعت خوراکواری و سپس در سفارت ترکمنستان در مسکو و نمایندگی کشورش در اداره‌های سازمان ملل در ژنو کار کرده. ماه آگوست سال 2014 رساله نامزدی و الکی ماه ایون سال 2015 رساله دکتریش را حمایت کرده صاحب عنوان دکتر علم‌های تکنیکی شد. جایش در کریر پسر پرزیدنت سال 2016 با تعیینات او به مقام رئیس دپارتمنت اطلاعاتی وزارت خارجه ترکمنستان آغاز یافته. سردار بردیمحمدوف الکی 30 مارس سال 2018 معاون وزیر خارجه، 1 ینور سال 2019 معاون حاکم و 8 ایون همان سال الکی حاکم ولایت اخل تعیین شد. 7 فوریه سال 2020 پسر پرزیدنت وزیر صنعت و 11 فوریه سال 2021 معاون سروزیر تعیین شد و آن هم در حالی که در ترکمنستان تا این دم مقام معاون سروزیر و همچنین مقام سروزیر وجود نداشت و کابینه وزیران را خود پرزیدنت راهبری میکند. سردار بردیمحمدوف سال 2001 ازدواج کرده است. زندگی عائله بردیمحمدوف را پشت پرده اسرار قرار داده، ولی بنا به اطلاع منابع گوناگون سردار بردیمحمدوف و همسر او اوغلگریک 4 فرزند، 1 پسر و 3 دختر دارند. سفارت تاجیکستان در برلین خبر داد که روزهای دوم 11 مارس سال 2022 305 شهروند جمهوری تاجیکستان، بیشترش زنان و کودکان که از اوکراین به لهستان فرار کرده بودند، توسط 2 پرواز چارتری به تاجیکستان برگردانده شدند. سفارت گفت برگردانی این مهاجران تاجیک در نتیجه همکاری مشترک با اگنتی امنیت سرحدی و ساحل اروپا و خدمات مرزبانی جمهوری لهستان میسر شده است. بنا به اطلاع نشر شده در سامانه سفارت ثبت نام شهروندان تاجیک در لهستان از جانب نمایندگی دیپلماتی ادامه داشته. در مرحله های نوبتی امکانات تنظیم پروازهای علاوگی بشردوستانه با مساعدت اگنتی امنیت سرحد و ساحل اروپا از ورشو به دوشنبه مورد بررسی قرار دارد. روسیه 24 فوریه سال جاری عملیات مخصوص حربی در اوکراین را آغاز کرد. تا امروز در جریان زدوخوردهای بین نیروهای روسیه صدها نفر کشته شده. بنا به حساب‌ها حدود 3 میلیون نفر از ساکنان اوکراین به کشورهای اروپا اساساً به لهستان فرار کردند. لهستان بعد حمله حربی روسیه به اوکراین به شهروندان خارجی که میخواهند ترک اوکراین کنند، از جمله به شهروندان تاجیکستان اجازه داد که برای 14 روز بدون ویزا
به قلمرو این کشور عضو اتحاد اروپا و منطقه شنگن پناه بیارند، ولی به فرق شهروندان اوکراین لهستان به شهروندان کشورهای دیگر که ترک اوکراین میکنند پناهندگی نمیدهد. به گفته سفارت تاجیکستان در آلمان امامالدین ستارف در عموم تا دوم مارس حدود 1600 شهروند تاجیکستان از اوکراین به پولشا پناه آوردند و حال روند به وطن فرستادن آنها شروع شده است. سفارت گفت کارمندانش مهاجران تاجیک را در فرودگاه‌های ورشو و گسیل کردند و در همان فرودگاه به آن شهروندان جمهوری تاجیکستان که حجت معین کننده شخصیت نداشتند شهادتنامه‌های بازگشت به وطن دادند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. شرکت IRS مسئول نگاهبین راه‌های دوشنبه خوجند چنوق نیمه اول روز 12 مارس خبر داد که بعد تقریبا یک شبانه روز بسته بودن راه، حرکت نقلیات از سمت خوجند به سوی دوشنبه شروع شد و به زودی حرکت ماشین به هر دو سمت اجازه داده می شود. رانندگان برای همدیگر فهمی عرض سپاس نموده با عرض احترام خواهشمندیم تا هنگام حرکت احترام همدیگر را به جا آورند، نوشته است این شرکت در اطلاعیه‌اش. حرکت وسایل نقلیات در راه دوشنبه خوجند چنوق از 8 مارس به این طرف اینک چند دفعه باز مسدود کرده می شود. بار آخر صبح 11 مارس حرکت نقلیات را توسط این یگانه شورای بین شمال و مرکز تاجیکستان منع کردند که در کیلومتر 80 راه یک ترمه بزرگ با 5 متر بلندی و 48 متر پهنایی فرو ریخت. در دوام روز در این راه باز چند ترمه دیگر فرو ریخته است و شرکت IRS گفت تا زمان تازه کردن این ترمه ها روای نقلیات توسط این شورا ناممکن می شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در دوام یک شبانه روز گذشته در کشور 8 حالت فرو ریختن ترمه ها ثبت شده است. از این شمار 6 ترمه‌اش در دوشنبه خوجند چنوق فرو ریخته است. از جمله روز 11 مارس در کیلومتر 64، 65 و 66 راه دوشنبه ورزو و کیلومترهای 80، 154 و 165 راه دوشنبه عینی، همچنین در کیلومتر 8 راه خوروغ اشکاشم و کیلومتر 622 راه خوروغ مرغاب ترمه فرآمده باعث منع حرکت نقلیات در این راه شده است. کمیته گفت بر اثر این آفت‌های طبیعی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است و راه خوروغ اشکاشم ملکه باز کرده شده. کارها برای از نو گشودن راه خوروغ مرغاب ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت نجات بخشانش در این روزهایی که خطر ترمه و سنگریزی زیاد شده است در راه‌های اساسی کوهستانی کشور، راه‌های دوشنبه خوجند و راه‌های دوشنبه ونج نوبت‌داری شبانه روزی تشکیل کردند. اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به توجه ساکنان مملکت میرساند که 12-16 مارس در جمهوری نامساعده وضع هوا باقی مانده، بارش در ناحیه‌های وادگی و دامنه کوهی اساساً در نمود باران، در ناحیه‌های کوهی در نمود باران و برف به عمل می‌آید. اینچنین رعد و برق نیز پیشگویی شده باریدن ژوله از احتمال دور نیست. 12-13 مارس در منطقه‌های علایده کوهی ناحیه‌های تابع جمهوری بارشات پرشدت در نظر است. 12-14 مارس در بعضی منطقه‌های کوهی و دامنه کوه‌های ناحیه‌های تابع جمهوری ولایت ختلام و سوخت خوف سر زدن ظهورات سیل در منطقه‌های کوهی غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه‌های تابع جمهوری خوف فرآمدن ترمه باقی میماند. 12-14 مارس در دهه‌های یوخسو، قزلسو و دریاهای از نشیبه‌های جنوبی قطارکوه‌های ایسار جاری شونده احتمال یکباره بلندشوی سطح آب پیشگویی می شود. در رابطه با این کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر به طور باور بخش از اهالی خواهش می نماید که تا حد امکان از سفر، سیر و گشت در کوهستان، چیندن زنبور، گیاهای شفابخش، هیزم، ماهی داری و شکار خودداری نمایند. رانندگان پیش از گذشتن از عقبه‌ها و راه‌های کوهی توصیه کرده می شود که درباره وضعیت راه‌ها، آب و هوا معلومات جمع آورده نقلیات خود را با دقت تیار کنند. هنگام در ناحیه‌های کوهسار و یا منطقه‌های خوفناک راه‌ها حرکت کردن به فاصله مقرر شده حرکت بین ماشین‌ها قطعاً رعایت کردن ضرور است. فوتبالباز جوان تاجیک آزادبک پنجیف در صدد گرفتن روادید سفر به اروپا است. او به دسته فوئنلابرده از شهرک امنام در کنار شهر مادرید
پایتخت اسپانیا دعوت برای امضای قرارداد گرفته است. این دسته در لیگ دوم ملی فوتبال اسپانیا بازی میکند. کانال سپورت دیجی در اینستاگرام خبر داد که آزادبک پنجیف که میبایست سنه 1 فوریه تا 1 مارس از سنجش دسته فوینلابرد اسپانیا میگذشت تا حال روادیدش را به دست نآورده است. میخواهیم که هرچه زودتر حجتهایش را تهیه نماید و به اروپا سفر کند، چون این شانس نه به هر کس میسر می شود. فوینلابرد بازیهایش را در ورزشگاه به نام فرناندو تورس دایر می کند. این ورزشگاه گنجایشش تا 7500 تماشابین به شرف فوتبالباز مشهور اسپانی زاده فوینلابرد چنین نام گرفته است. آزادبک پنجیف که فعلا در دسته لگاماتیف پامیر دوشنبه بازی می کند، از اعضای تیم ملی نورسان تاجیکستان است که سال 2018 در چمپیونات آسیا جای دوم را به دست آوردند. همان وقت می گفتند که بازیگران این تیم نورسان آنقدر پر استعدادند که در آینده به تیم‌های معروف خارجی دعوت خواهند شد. در صورت درست شدن اسنادش و پیوستن به صف فوینلابرد، آزادبک پنجیف الکی دومین فوتبالباز تاجیک خواهد شد که در لیگ دوم فوتبال اسپانیا بازی خواهد کرد. در بهار سال 2021 امدانی کمالوف با دسته رایو مخداونده قرار داد بست. مخداونده نیز شهرکی است که در کنار مادرید و دسته این شهر نیز در لیگ دوم ملی فوتبال اسپانیا بازی میکند. همدانی کمالوف نیز یکی از اعضای همان تیم شودتیار نورسان تاجیکستان بود که سال 2018 در چمپیونات آسیا جای دوم گرفت. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.